بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس أول عقيدة توحيد وأحكام آن در قرآن و سنت. بسم الله الرحمن الرحیم. عقیده از کلمه عقد گرفته شده که به معنای ربط، بستن و دو چیزی را با هم ارتباط دادن است. و وقتی که ما و شما میگیم که در زبان عربی میگه عقد الخیط، یعنی فلان عقد الخیط، فلانی شخص تاره یک سرش و سر دیگه بست. و عقد و نکاح ما و شما میگیم در مسائل معنوی، وقتی که یک دختر جوان با یک پسر جوان نامحرم هستن و با هم عقد میکنن، میگن عقد کردن. چی معنی؟ نکاحی از اینا بسته شد و رابطهشان مستحکم شد مطابق قرآن و سنت. و عقیده را در لغت به خاطر از این عقیده میگن که در عقیده انسان رابطهش، قلب انسان وابسته میسازه با خالق متعال. و در اصطلاح علما میگن که العقائد هی الامور التي، عقاید عبارت از موضوعاتی هستند که یجب ان یصدق بها قلبک. عقیده چی را میگن؟ یعنی امور هست که قلب تو باید او را تصدیق بکنه. و تطمئن الیها نفسک، و نفس تو به او مطمئن باشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نفس مطمئنه کدام نفس است؟ او نفس است که به وجود الله سبحانه و تعالی و به وحدانیت الله سبحانه و تعالی کاملا مطمئن باشه. و وقتی که احکام الله را بالای خود تطبیق میکنه، قلب از او آرامش پیدا میکنه. پس عقیده در اصطلاح چی است؟ العقائد هی الامور التي یجب ان یصدق بها قلبک، قلبت او را تصدیق بکنه. و تطمئن الیها نفسک، و نفست او را اطمینان بکنه. و تکون یقینا عندک، و او بر تو یک یقین باشه. لا یمازجه ریب ولا یخالطه شک، یعنی در بین از او هیچ شک و هیچ شبهه وجود نداشته باشه. این را عقیده میگن. خب اینال ما عقیده توحید چه قسم تعریف میکنیم؟ علمای اسلام عقیده توحید میگن که ان توحید اعتقاد العبد. حال وقتی که ما و شما عقیده را فهمیدیم، پس ما و شما بحث ما سر عقیده توحید است. علمای اسلام میگن که توحید چی است؟ اعتقاد العبد، یعنی همون قسمی که قلب تو اطمینان داره، نه؟ قلب تصدیق میکنه و نفست اطمینان داره و به پیشت یقین میباشه. او چی هست؟ اما تو یک اعتقادی داشته باشه یک بنده که ان الله واحد فی ذاته و ملکه، که الله سبحانه و تعالی ذات یگانه هست در ذاتش و در مالکیتش. لا ند له، همتای نداره، شریک نداره. و واحد فی صفاته و افعاله، و یگانه هست در تمام صفاتش و در تمام افعالش. لا مثل له، یعنی مثل نداره. ببینین در ذاتش و در ملکش، در مالکیتش که مالک آسمان ها و زمین، مالک دنیا و آخرت، مالک تمامی مخلوقات است. و همچنان در ذات یگانه خود این شریک نداره. اینجا ند گفته شده، شریک نداره. کسی همراه الا که فرزند داشته باشه، پسر یا دختر، هیچ چیزی نداره. و هیچ کسی در مالکیت ازی که مثلا آسمان ها را حفظ بکنه و زمین و دنیا را و آخرت، کل از اینا مالک حقیقی همه از اینا الله سبحانه و تعالی. کسی دیگه حتی در روز قیامت الله متعال میگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در روز آخرت که کل پادشاه ها و رئیس جمهورها و خلفای اسلام و پیغمبرها و ملائکه، کل از اینا حضور دارن. الله سبحانه و تعالی پرسان میکنه لمن الملک اليوم، مالکیت از کی هست؟
چون کسایی که در دنیا ادعا میکردن مالکیت و ایگپارن، کلشان رویایشان سیاه است، چهره هایشان بسیار خراب است، وضعیتشان بسیار خراب است، سرشان خم است. الله متعال میگه لمن الملک الیوم، هیچ کس جواب گفتن نمیتونن. الله سبحانه و تعالی جوابش، پس خودش با عظمتش میگه که لله الواحد القهار، به الله که ذات قهار است. پس ببینین اینجا ما و شما در تعریف توحید میگیم که الله سبحانه و تعالی در ذاتش ند یا شریک و مانند نداره و به می شکل در مالکیتش شریک و مانند نداره. و واحد فی صفاته و افعاله لا مثل له، همچنان الله سبحانه و تعالی ذات یگانه هست، در صفاتش و در افعالش لا مثل له، مثل از او هیچ کسی نیست. یعنی هیچ مخلوق مماثلت در هیچ صفت و در هیچ فعل الله سبحانه و تعالی نداره و نمیتونه داشته باشه. این قسم انسان باید عقیده توحید بفهمه. و واحد فی الهیته و عبادته، همچنان الله سبحانه و تعالی متوجه هستین چی است؟ یگانه هست در الهیت و در عبادتش، که او اله واحد است و لا شریک له و امراض او شریک نیست. پس اینجا کسایی که ضد توحید کار میکنن سه نقطه اینجا بیان میکنن. میبینن که کسایی که شریک میسازن در ذات الله و در صفات الله، در ذات الله و در مالکیت الله، این کافر میشن. و کسایی هستن که مثلا در صفات و در افعال الله مثل و مانند مثلا مخلوقات مثل الله فکر میکنن، این هم شرک است در صفات و در افعال الله. و همین قسم بعضی کسا هستن که در عبادت الله و در الوهیت الله کسی دیگه را داخل میکنن، اینجا پس شرک است. یعنی تعریف بسیار خوب است که ان التوحید اعتقاد العبد، یا ولی درس یعنی عقیده و توحید است که انسان مسلمان این باید ما 20 سال 30 سال تشنه امی قسم عقیده بودم، لکن متاسفانه بسیار کم بود. بسیار مسئله که باید به این شکل عقیدت بیان شود و شما خوشبخترین کسایی هستین که ما بعد از 20 سال 30 سال تحقیق تانستیم که عموت یک فهمی از عقیده داشته باشیم و شما میتونید که به بسیار وقت کم، و این علامت خوشبختی شما هست که این بر شما یک فرصت بسیار خوب است که عقیده را به می شکل یاد بگیرین و این سبب نجات میشه. پس ما چه قسم عقیده توحید داریم؟ میگیم که ان التوحید اعتقاد العبد. توحید چی است؟ اعتقاد و بندگی، اعتقاد یک بنده هست. ان الله واحد فی ذاته و ملکه، الله واحد است در ذات خود و در ملک خود. پس ما میگیم یا الله تو در ذات یگانه هستی، شریک نداری، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و همچنان میگیم یا الله تو در مالکیت ذات یگانه هستی، لله ملک السماوات والارض، مخصوص الله هست، خاص برای الله هست مالکیت آسمان ها و زمین. لا ند له، لا ند له، در این ذات خود و در مالکیت خود الله متعال هیچ ند یا شریک یا همتا ندارن. و واحد فی صفاته، و الله سبحانه و تعالی ذات واحد است در صفات خود، یعنی و افعاله و در افعالش. یا الله ما عقیده داریم که یا الله تو در ذاتت در صفاتت یگانه هستی و در افعالت هم یگانه هستی، هیچ مثل در صفات و افعالت نیست، لا مثل له. و واحد فی الهیته، و واحد است در الهیتش، در الوهیتش و عبادته که در عبادت مخصوص از اوست. لا شریک له، برای الله شریک نیست، در عبادت شرک میشه و در افعال و صفات مماثلت. الله متعال در این مثل نداره و در ذات خود و در مالکیت خود هم ند و مانند و همتای نداره. این عقیده توحید است. پس اگر ما و شما به سعی کنیم عالم حکم آموختن عقیده توحید، حالا یک کس میگه که امی عقیده توحید بسیار مردم در این بی تفاوت هستند.
آیا دانستن عقیده توحید ضروری هست؟ دانستن عقیده توحید بالای هر مسلمان فرض عین است. حکمش چی است؟ فرض عین است. یعنی فرض عین چی نمیگن؟ که ما یکی فرض عین داریم، یکی فرض کفایی داریم. فرض عین او است که بالای هر شخص، عین در زبان عربی هر شخص میگه. بالای شما هم فرض است، بالای من هم فرض است. مثلا نمازهای 5 وقت، نمازهای 5 وقت که است سر هر کدوم ما و شما سر عینش است، سر خودش فرض عین است. کسی دیگه نمیتونه عوض ما چی کنه؟ نماز صبح مرا بخونه، نمیتونه. کس نمیتونه عوض من مثلا روزه بگیره. چرا؟ این فرض عین است. و فرض کفایی چی است؟ بعضی از مثلا نماز جنازه فرض کفایی است. اگر در یک جای یک جنازه میشه 100-200 نفر میرن جنازه از رو ادا میکنن، ما و شما مثلا کل گرفته نمیتونه، پس همونا کفایت میکنن. اینال عقیده توحید که است بالای هر مسلمان فرض عین است. خب شاید سوال بکنن دوستا که وقتی که عقیده توحید بالای هر انسان فرض عین است، چی دلیل دارین؟ میگیم دلیلش در قرآن عظیم الشان است. الله متعال میگه که فعلم در سوره محمد آیت 19 سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیت 19 الله سبحانه و تعالی میگه فعلم انه لا اله الا الله. فعلم، پس علم داشته باش، انه یقینا که لا اله الا الله، نیست هیچ معبود به حقی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شوه و احکام و شریعتش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله. اینجا علما میگن که اینجا فعلم فعل امر است. فعل امر دلالت میکنه به وجوب. اینجا دلالت میکنه به چی؟ به وجوب، تا وقتی که کدام قرینه مانعه نباشه. علما میگن وقتی که فعل امر استعمال میشه تا که کدام قرینه یا کدام دلیل یا کدام چیز دیگه در اونجا نباشه که او را مثلا از وجوب از خارج کنه، پس این واجب است. اینجا قرینه ای نیست که این را از وجوب خارج کنه. پس فعلم انه لا اله الا الله، پس این چی است؟ یعنی علم یاد بگیر، یعنی دانستن و علم آموختن و فهمیدن لا اله الا الله که کلمه توحید است، که تمام توحید در این خلاصه شده است، که در سایه بعدی میگه که مثلا چی مفهوم داره، چی ارکان داره، چی شروط داره، چی تعهدات داره و کدام چیزها را نفی میکنه و چی را اثبات میکنه. پس این میگه باید علم داشته باشی. الله متعال حکم میکنه. امام بخاری رحمت الله علیه یک باب در کتاب خود داره، در صحیح البخاری میگه باب علم قبل سخن گفتن و عمل کردن. اینال در اینجا امام بخاری رحمت الله علیه در چی میگه باب العلم. این باب درباره چی است؟ علم. درباره چی؟ قبل از سخن گفتن، یعنی پیش از اینکه تو سخن میگی درباره عقیده و یا عمل میکنی در مسائل دینی، اول چی هست؟ باید علم داشته باشیم. اینال مثلا یک نفر میگه ولی من بی سواد هستم، من خو نماز میخوانم لکن نماز نمیفهم چند رکعت است. برای میگیم نه برادر، نماز تو نمیشه. تو باید اول بفهمی که نماز صبح مثلا 2 رکعت فرض داره، 2 رکعت سنت است، 2 رکعت فرض است. و این نماز مثلا وقتی که با نیت شروع میشه الله اکبر میگی، سبحانك اللهم میخوانی، سوره فاتحه را میخوانی، یک سوره دیگر را میخوانی، باز برکو. این علم است. این علم است. این نیست که مثلا یک نفر بگه که والا من علم نماز وقتی یاد میگیرم مبرم در فاکولتی که به نام فاکولتی مثلا شریعت سوره ما بخوانم باز نماز یاد میگیرم. نه، اینجا یاد گرفتن نماز برای هر انسان فرض عین است. وقتی که نماز یاد نداشته باشی چه قسم عمل میکنی؟ اینال عقیده عین گپ است. شما وقتی که در نماز نفهمید که چند رکعت است، 2 رکعت است یا 4 رکعت است، رکوع چه قسم میشه، سجده چه قسم میشه، رو به طرف قبله چه قسم باید برید، حداقل مسائل اساسی رو خب میفهمی که مثلا قبل از نماز نمیشه وقتی که وضو نداشته باشی و وضو چه قسم گرفته میشه. اینا مسائل است که این علم است و پیش از اینکه در این باره سخن بگویی و درباره یک چیز عمل بکنی اول باید علم داشته باشی. یعنی اگر دعوت هم میکنی نمیشه که مثلا امروز مثلا بسیاری کسا
تبلیغ میکنن مثلا دعوت میکنن، ولی خودش نمیفهمه. وقتی که نمیفهمه، به عوض از که سبب هدایت دیگران شود، همین شخص که خودش دعوتگر از داعی هست و همین شخصی که خودش مبلغ است، این سبب چی میشه؟ سبب گمراهی دیگران میشه. چرا مردم فکر میکنن که آدم بسیار با تقوا است، خوب آدم است، حتما برای ما حقیقت ها را میگه، لکن این بیچاره علم نداره. پس از این خاطر امام بخاری رحمت الله علیه میگه پیش از که تو سخن بگویی و پیش از که تو عمل بکنی، اینمی چی هسته؟ این باید اول علم داشته باشیم. شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله یک مفسر قرآن است. او چی میگه؟ میگه این علمی که الله به آن امر نموده است، علم به توحید الله می باشه. یعنی وقتی که الله متعال میگه فعلم، این عالم مفسر قرآن در تفسیر خود شیخ عبدالرحمن سعدی این میگه امی علمی که الله میگه فعلم انه لا اله الا الله، چی معنیش؟ این مفسر قرآن میگه که امی علمی که بالای هر انسان فرض عین است و از هیچ کس ساقط نمیگردد. از هیچ کس. اگر انجینیر هستین، دکتر هستین، تجارت میکنین، دکانداری میکنین، خانم منزل هستین، مثلا در بیرون کار میکنین، وظیفه مثلا هر قسم، این جوان هستین، نیمه سال هستین، پخته سال هستین، بالای هر کسی این فرض عین است. و او علم به چی؟ علم به وحدانیت الله سبحانه و تعالی. از این خاطر وقتی ما درس میتونم، بسیاری وقتا درس خودتو درس میتونم که اگر امی درس مرا یک شاگرد صنف اول و دوی مکتب هم بشنوه، انشاءالله میفهمه. یعنی من برش درس سخت نمیسازم و یک قسم نمیکنم که من قدر کلمات سخت فارسی را یا کلمات عربی بیارم. این کلش اگر کدام متن عربی باشه، تعریف عربی باشه، برتان تشریح میکنم. این چرا؟ به خاطر ازی که این علم بالای هر کسی فرض است، ولو که اگر یک جوالی باشه در منبعی هم اینجا در درس ششته باشه، این باید بفهمه که توحید یعنی یگانگی الله بالای هر کس فرض عین است. و این عالم میگه و از هیچ کس ساقط نمیگردد. از هیچ کس ساقط نمیشه. بگو برو ما خو در خانه مسلمان پیدا شدیم و کلمه خواندیم دیگه نیازی ندارم. نخیر. نماز ساقط میشه. یعنی یک کسی بگه تا آخری لحظه که یعنی انسان حتی مریض باشه، از دست و پای افتاده باشه، هم نماز ساقط نمیشه. اما وقت هم باید به اشاره شیشتکایی انسان نماز بخونه. اگر شیشتکایی نمیدانه به پالو افتاده، اما تا افتادگی نماز بخونه. اگر اترام به اشاره دست حتی اگر یک کسی بندی کرده باشه که هیچ نمیتونه، دستایش هم بسته است، پایش هم بسته است، حتی امین نماز خود با اشاره چشم، با اشاره یعنی چشم چی میکنه؟ نماز خود میخونه. الله اکبر، سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک. یعنی ساقط نمیشه. اینمی قسم عقیده توحید از هیچ کس ساقط نمیشه. بعضی اوقات شیطان انسان فریب میده که تو خود خانه مسلمان پیدا شدی، برای تو هیچ ضرورت نیست. خیلی وقتی که در خانه مسلمان پیدا شدی، کلمه خواندی، این احکام توحیدی را میگه بر تو ضرورت نیست. خیلی امی قسم وقتی که عرب ها بعد از ابراهیم علیه السلام امی قسم آیسته آمدن که ما خو اولادای پیغمبر هستیم، ما نیازی به درس عقیده و توحید ابراهیم علیه السلام نداریم. یک وقت خودشان که خدمتگار مکه بودن، خدمتگار کعبه بودن، خدمتگار حجر الاسود بودن، برای حاجی ها غذا تیار میکردن، خودشان ده هزارها شرک مبتلا شد. خودشان به دست خود 362 تا در اطراف کعبه ماندن. ما باز هم ادعا میکردن که ما پیروای کی هستیم؟ ابراهیم علیه السلام هستیم. از این خاطر اینی بسیار خطرناک است که انسان باید عقیده را چی کنه؟ بسیار خوب یاد داشته باشه. امام بغوی رحمه الله یک عالم دیگه هست، این میگه علوم شرعی دو قسم است. یکی اصول است که مسائل اعتقادات است و فروع است. علم اصول این دو قسم تقسیم میکنم. میگه علم اصول عبارت از معرفت الله، یعنی وحدانیت. این اصول دین میگن. بعضی فاکولته است به نام فاکولته های اصول دین که در مسائل عقیده بسیار انسان تخصص میگیره، او رو اصول دین میگن. پس این میگه یکی علم اصول دین است که او چی است؟ عبارت از وحدانیت الله هست، صفات الله هست، تصدیق پیغمبرها هست
که دانستن این امور بالای هر مکلف واجب می باشد. این بالای هر مسلمان واجب است. که این بالای هر مسلمان که دانستن این امور بالای هر مکلف واجب است. یعنی اول چی؟ علم اصول عبارت از معرفت الله سبحانه و تعالی، از وحدانیت، صفات و تصدیق رسولان که دانستن این امور بالای هر مکلف واجب می باشد، واجب و فرض. و دوم علم فروع که به فرض عین و کفایی تقسیم شده است. بعض علم فروعی است، باز فروعات که اینا چی هستن؟ بازور میگه بعضش فرض عین است، بعضش فرض کفایی، مثلا نماز و روزه و حج و زکات اینا که است، بازی نماز جنازه و دیگه مسائل که است بازی رو تقسیم میکنن به فرض عین. لکن مسائل اصول دین که اعتقادات است، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت، این بالای هر مسلمان فرض عین است. صاحب تفسیر مظهری نوشته میکنه، میگه فرض علم عین علم به عقاید صحیحه می باشد و از فروعات مثل طهارت، نماز، روزه و هر عبادتی که شریعت آن را بالای انسان فرض نموده است. علت خلقت مخلوقات، مقام و منزلت عقیده و مصادر عقیده. در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی دو علت برای خلقت مخلوقات بیان کرده. یعنی الله متعال در قرآن عظیم الشان برای خلقت مخلوقات دو علت بیان کرده. علت اولی از که بیان کرده یعنی علم به ذات و صفات الله است. یعنی ما و شما چرا خلق شدیم؟ ما و شما چرا خلق شدیم؟ علت خلقت ما و شما چی هست؟ در قرآن عظیم الشان دو چیز بیان میکنه. اولش علم به ذات و صفات الله هست. سعی کنیم چی دلیل داریم؟ دلیلش در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی میگه که الله الذي خلق 7 سماوات. الله سبحانه و تعالی خلق کرد 7 آسمان را. و من الارض مثلهن، و زمین هم همه قسم مثل آسمان ها خلق کرد. یتنزل الامر بینهن، نازل میشه امور در بین آسمان ها، یعنی اوامر الله نازل میشه در بین آسمان ها و زمین. چرا؟ لتعلموا. اینجا لام علما میگن لام تعلیل است. چی معنی لام تعلیل؟ یعنی علت بیان میکنن، یعنی ای که الله سبحانه و تعالی آسمان و زمین و خلق کرد و اوامر در بین از اینا نازل میشه، از آسمان اوامر و احکام الله میه. برای چی؟ لتعلموا، میگه تا که شما علم حاصل بکنین و بدانین ان الله على كل شيء قدیر. یعنی که الله سبحانه و تعالی بر هر چیز قدرتمند است. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و یقینا که الله سبحانه و تعالی علم الله سبحانه و تعالی با تمام از اینا محیط است. کل از احاطه کرده الله سبحانه و تعالی کل از اینا میفهمه. پس یکی از خلقت آسمان ها و زمین و نزول اوامر چی هسته؟ این هست یکی از دلیل خلقت چی هسته؟ همیست که علم داشته باشیم به ای که الله ذات قدیر است، الله ذات عالم است، الله را با تمام صفاتش بشناسیم. علت دوم چی است؟ عبادت الله هست. علت دوم چی است؟ عبادت الله هست. الله دلیل چی است؟ الله سبحانه و تعالی میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم انسان ها و جن ها را مگر به خاطر عبادت. یعنی خلقت آسمان ها و زمین و نزول احکام علتش چی است؟ که الله سبحانه و تعالی کلی بشناسیم الله را که ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل. و علت خلقت ما انسان ها و جن ها چی است؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این عبادت است. حالا یک کسی پرسان میکنه، میگه همین منزلت و مقام عقیده توحید چی است؟ ما برش میگیم که عقیده توحید بسیار مقام و منزلت عالی داره. چرا؟ اول به خاطر ازی که اصل و اساس دین است.
عقیده توحید اساس دین است. کسی که اساس دینش خراب باشه او دیگه باز هر قدر که عبادت بکنه سقوط میکنه، چرا؟ اساس خراب است. بسیار ما و شما در زندگی تجربه کردیم، مردم زحمت میکشه، بسیار زحمت میکشه و عبادت میکنه و ذکر میکنه و نماز میخوانده و عبادات عملی را میکنه، کل ازی را میکنه، جهاد میکنه، دعوت میکنه، عبادت ها را میکنه، اذکار را میکنه، لکن برش عقیده توحید درست فهمانده نشده. این بیچاره چون کل این زحمات میکشه در خاتمه ازی چون عقیده توحید درست نمیفهمه به شرکیات و اعمال شرکی و کفری و نواقض ایمان داخل میشه. کل اعمال ازی، چرا که الله متعال میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، وقتی که تو شرک آوردی تمام اعمال تو چی میشه؟ از بین میره، تمام نیکی هاش از بین میره. ببینید که یک نفر 20 سال بعد کافر شده و مرتد شده. چرا؟ این خب بسیار آدم زاهد و با تقوا و عالم و مجاهد و داعی و فهمیده بود. این چرا؟ میگه این به خاطر ازی که این عقیده توحید نمیفهمید. هر چیز دیگر را خوب میفهمید لکن عقیده توحید درست نمیفهمید، بالاخره با همین بزرگی خود، با همین لیسانس خود، با همین ماستری خود، با همین دکترای خود این چی شده؟ در شرک مبتلا شده است. از این خاطر عقیده توحید اصل و اساس دین است. شما کدام جای کدام تعمیر یا بلند منزل یا کدام خانه را دیدین که بدون تهداب باشه؟ تهداب از هر قدر که میخوایم بلند منزل قوی داشته باشیم به می اندازه بر از تهداب در زمین در زیر بسیار سیخهای محکم بسیار قوی را این جای به جای میکنن تا که این تعمیر تا به بالا همه خوب مستحکم قرار بگیره. پس اساس و اصل و تهداب دین چی است؟ عقیده توحید است. متوجه هستین؟ و با نقص همین تهداب کل بناها، مثل که اگر شما در یک تعمیر تهداب از یک کس بره امی آهنای بیخ از ذوب بکنه از بین بره، تعمیر کلش به پایین مفته و کلش از بین میره. این حالی نمی قسم که عقیده خراب شد کل اعمال انسان، کل نیکی های انسان برباد میشه. سعی کنین الله متعال در سوره زمر در آیت 65 بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه و میگه که ولقد اوحی الیک و یقینا وحی کرده شد به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و الی الذین من قبلک و به کسانی که قبل از شما بودن دیگه پیغمبرا وحی شد لئن اشرکت، که حتی اگر تو پیغمبر، یعنی پیغمبر خوب معصوم است، پاک است از عطا صغائر، پاک و منزه است، لکن الله متعال خطاب میکنه وقتی که به پیغمبری که محبوبش است خطاب میکنه برای ما و شما هست که ما و شما باید بدانیم و بفهمیم که لئن اشرکت، اگر چیزی در اعمالت با الله، در عبادات الله، در صفات الله، در نامهای الله، در افعال الله، در ذات الله، در حکم الله، در شریعت الله کسی شریک بسازی لیحبطن عملک. چقدر سخت اینجا آمده است. یحبطو فعل مضارع است. یحبطو فعل مضارع است. اینجا دو لام آمده در اولش و دو تا نون آمده. ام یک تا لام، دو دانه نون، ام سه دانه چی معنا میده؟ این به معنای چی است؟ تاکید است. یعنی اگر شرک بیاری حتما تمام اعمال تو چی میشه؟ از بین میره. حبط عمله چی معنی؟ یعنی عملش از بین رفت. لا یحبط عملش، حتما عملش از بین میره. لا یحبطن، حتما تمام اعمال نیک ازی توسط شرک از بین میره. مثل که یک کوت بزرگ از پخته باشه و این شرک مثل یک پلته گوگرد است که میدیم بینیم که پلته گوگرد داخل شد، زده شد، در گرفت، امی تمام پخته از بین میره، در میگیره. اعمال صالحه انسان این قسم. از این خاطر انسان باید بسیار متوجه باشه که چی است، که انسان متوجه ازی باشه که ما در عقیده توحید ما کدام چیز شرکی داخل نشه. آیا تمام اعمالش که باطل شد خلاص است؟ میگه نه، ولا تکونن من الخاسرین، و تکون تو میباشی
ولا تکون و حتما تو می باشی ولا تکونن و حتما تو من الخاسرین از جمله کسایی می باشی که خساره کردی، در زیان هستی، در نقصان هستی. پس شرک اینقدر خطرناک است. از این خاطر عقیده توحید الله متعال میگه بل الله فاعبد، بلکه فقط الله را عبادت بکن و کن من الشاکرین و از جمله شکر کننده ها باش. عبادت چند قسم عبادت دارم؟ ما و شما عبادت فکری داریم مخصوص الله، الذین مثلا چی است؟ و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یتفکرون، تفکر و تدبر. عبادت های قلبی داریم که قلب ما چندین قسم عبادت داره که تصدیق است و محبت است و خوف است و رجا است. متوجه هستیم؟ و یک قسم عبادت های زبانی داریم که مثلا دعا هست و ذکر است و استغاثه هست و حمد است و اینا کلشان. متوجه هستیم؟ و بعد چهارمین قسم عبادت های بدنی هست که رکوع هست و سجده هست و انحنا، سرخم کردن است و رکوع کردن است و سجده کردن است و قیام کردن است و قعده کردن است. این کلش عبادت های بدنی. و همین قسم عبادت های تشریعی داریم که احکام است. احکام مثلا احکام شریعت الله هست که نظام اعتقادی چه قسم باشن، نظام عبادات چه قسم باشن، نظام سیاسی چه قسم باشن، نظام اقتصادی چه قسم باشن، نظام مالی چه قسم باشه. تقریبا 12 قسم نظام های مختلفی که در شریعت اسلامی هست. این چی هستن؟ این احکام الهی هست. و ششمش مثلا عبادت های مالی هست که مثلا نذر و قربانی و خیرات و صدقات اینا کلش است. پس الله متعال میگه بل الله فاعبد، کل از این عبادت ها باید که عبادت بکنی الله متعال در هر 6 قسم مخصوص باشه عبادت. اگر در یکیش هم یک مخلوق را داخل کردی، گفتی اینی نظر به نام فلانی شخص، شریک ساختی این شخص در عبادت الله. و متاسفانه بسیاری کسایی که چی هستن، بسیاری کسایی که عقیده توحید درست نمیفهمن، اینا با چی میشن؟ اینا در همین قسم شرکیات و همین قسم در این چیزها مبتلا میشن. بعضی کساس مثلا شرک در چی میکنن؟ در ذات الله میکنن، مثل که نصرانی ها کردن، گفتن که عیسی علیه السلام پسر الله هست. اینا بعضی کساس شرک در عبادات میکنن، مثلا رکوع و مخلوق میکنن، سجده و مخلوق میکنن، یا باز انشالله در درسای ما و شما میه. پس عقیده توحید مهم است. به خاطر چی؟ به خاطر که اساس دین است. بدون عقیده توحید یک انسان هیچ عملش پیش الله ارزش نمی داشته باشه. اگر یک نفر از دنیا با عقیده شرکی بره، با کفری بره، با ارتداد بره، با نفاق بره، این انسان در روز آخرت اگر به میلیون عمل نیک کرده باشه پیش الله متعال هیچ ارزش نداره. الله میگه فلا نقیم لهم برشان وزن گذاشته نمیشه. وزن در ترازوی میزان اونا هیچ ارزش ندارن. چرا اساس چی است؟ عقیده توحید است. خب از این خاطر علمای اسلام میگه که بعثت تمامی پیغمبران، هدف از بعثت تمامی پیغمبران چی بود؟ همین توحید بود. یعنی مثلا شما اگر ببینید در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، آیا اهل مکه، آیا این مردمایی که اینجا بودن اینا الله را نمیشناختن؟ میشناختن. آیا اینا ربوبیت الله را انکار میکردن؟ نه خیر، اینا میگفتن که ولا ان سالتم، قرآن بر ما میگه ولا ان سالتم، و اگر شما سوال کنین از ابو بکر، از ابو جهل، از ابو لهب، از مشرکین قریش، از اینا، از تمام از اینا اگر پرسان میکردی که من خلق السماوات والارض، اینا میگفتن خالق آسمان ها و زمین الله هست. خالق الله هست. بله، یهودی ها چی میگن؟ میگن خالق الله هست. نصرانی ها چی میگن؟ خالق الله هست. لکن اینا چی کردن؟ اینا در توحید مشکل پیدا کردن، در عبادات الله مخلوقات شریک ساختن. از این خاطر هدف بعثت پیغمبران و هدف بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ که الله متعال میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، یقینا ما در هر امت پیغمبری فرستادیم.
چرا یا الله در هر امتی، یعنی حکمتش چی است که در هر امتی پیغمبر فرستاده شده است؟ الله متعال میگه که این پیغمبرها رو در هر امتی فرستادیم، ان اعبدوا الله، شما عبادت مخصوص الله بکنین، واجتنبوا الطاغوت، و از هر طاغوت چی کنید؟ واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا، و یقینا ما مبعوث کردیم فی کل امت، در هر امت، رسولا پیغمبری، ان اعبدوا الله، که شما عبادت الله را بکنین، واجتنبوا، و اجتناب بکنین، الطاغوت، از طاغوت، خواهی طاغوت معبود باشه یا مطاع باشه یا مطبوع باشه. سه قسم طاغوت است. یکی طاغوت معبود است که مخلوق است، مردم برش عبادت میکنن، ای از عبادتش راضی هست، این رو طاغوت معبود میگن. طاغوت مطاع چی رو میگه؟ پادشاه و رئیس جمهور و سردار قوم و کلان قوم است که این ضد شریعت الله قانون میسازه و مردم از او اطاعت میکنن. و طاغوت مطبوع چی رو میگه؟ علما و رهبان و پیرها و عالمای درباری هستند که اینا چی میکنن؟ اینا به ضد شریعت الله چی میکنن؟ دیگه شریعت و قانون میسازن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس اینجا الله متعال میگه که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امت ما رسول فرستادیم. برای چی؟ ان اعبدوا الله، که شما امی 6 قسم عبادت مخصوص کی بکنین؟ مخصوص الله بکنین. واجتنبوا الطاغوت، و شما از طاغوت چی کنین؟ اجتناب بکنین. طاغوت کی است؟ ایره علامه ابن قیم جوزی میگه که طاغوت من معبود او متبوع او مطاع. اینه میگه طاغوت 3 قسم است. این 3 قسم طاغوت است که یا مخلوقاتی که بر از اونها عبادت میشه و اینا از عبادتش راضی هستند. مثلا برای یک نفر، یک کسی می سجده میکنه در مقابل شما برای چیزی نمیگین، طاغوت مبدل شدن، چرا او عبادت برای شما کرد؟ ایره طاغوت معبود میگن که خدا به عوض عبادت معبود باطل است، به عوض معبود حقیقی مردم برای عبادت میکنن. و طاغوت مطبوع کدام یکی است؟ مطبوعی است که مثلا مردم از اون متابعت میکنن به ضد شریعت الله. الله میگه شراب حرام است، این میگه شراب حلال است. الله میگه که مثلا زنا حرام است، این میگه زنا بکنین. اینا قوانین را میسازن و مردم از قانون از اطاعت میکنن. این طاغوت مطبوع میگن. و طاغوت مطاع چی میگن؟ و طاغوت مطاع را میگن که قوانین جور میکنن. در طاغوت، فرق بین طاغوت مطبوع و مطاع چی است؟ در طاغوت مطبوع علما می باشند، احبار و رهبان می باشند، علمای درباری هستند، مثلا با عمامه و باریش با همه چیز. اینا با چی میگن؟ ضد شریعت الله قانون دیگه شریعت می سازن، قانون می سازن. این طاغوت مطبوع میگن. خیلی طاغوت مطاع چی رو میگه؟ طاغوت مطاع اکثرا سیاستمدارا می باشه، سردار و رئیس جمهور و پادشاه و اینی کلانای هستن که اینا قوانین می سازن، قانون الله را، شریعت الله را وسو میکنن، قانون میسازن. اینجا الله متعال میگه که در هر امت پیغمبر اینمی 2 چیزه برای مردم بیان میکرد که ان اعبدوا الله، عبادت الله را بکنین، و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب بکنین. از این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه برای اصحاب خود کلش درس توحید میداد. کلش درس توحید بود، کلش درس ایمانیات بود. مرحله تیسه که یک عالم نوشته میکنه، میگه المرحله المکیه، میگه مرحله مکی که است و کان کل هدفها، و میگه تمام هدف از چی بود؟ یک تفسیر از به نام تفسیر شعراوی، علامه شعراوی نوشته میکنه، میگه المرحله المکیه و کان کل هدفها الترکیز علی العقیده والایمان. میگه مرحله مکی تمام هدفش ترکیز، فوکس بود بالای چی؟ علی العقیده والایمان، به عقیده و ایمان. به چی؟ به وحدانیت الله، به وحدانیت الله ایمان داشته باشید. کل مرحله مکه 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم کلش به دعوت به چی تیر کرد؟ به وحدانیت الله و نبوات، به ای که مثلا انسان ایمان به
پیغمبرا داشته باشه و البلاغ و تبلیغ عن الله از جانب الله. ایره یک عالم دیگه هست چی میگه؟ میگه از علمای عقیده میگه بل این سور المکیه، بلکه تمامی سوره های مکی تکاد و تکون و مختصتا، میگه نزدیک است که اختصاص داشته باشه به چی؟ به بیان العقیده الاسلامیه، به بیان عقیده اسلامی و رد شبهات الموجهه الیه، و رد شبهاتی که به این طرف الیها، به طرف عقیده این شبهات میشد. یعنی میگه تمام سوره های مکی را که شما بخواین که 13 سال نازل شده، کل از اینا میگه نزدیک است فقط عقیده کلش عقیده هست. چرا؟ به خاطر ازی که انسان مسلمان واقعی تا که عقیده درست نداشته باشه هیچ کار کرده نمیتونه. دیگه عالم چی میگه؟ میگه و ناظر فی الفترة المکیه، میگه کسی که نظر میکنه در مرحله مکی والتي كانت 13 عاما، 13 سال هست. یعنی رسول الله صلی الله علیه و تا 40 سالگی خب به پیغمبری مبعوث نشده بود و بعد از 40 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت شروع کرد به قرآن، وحی بالایش نازل شد. امی بعد از نزول وحی بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم چند سال زنده بود؟ 23 سال. در 23 سال 13 سال ازیر چی میگن؟ میگه و ناظر فی الفترة المکیه والتي كانت 13 عاما، میگه 13 سال بود. میگه کلها تربیت و اعداد و غرس لمفاهیم لا اله الا الله، میگه کل از این تربیت بود و آمادگی بود و خوب تو غرس کردن یا مثل که نهال میشانی در وجود یک کسی، میگه غرس و جابجا کردن چی بود؟ مفاهیم لا اله الا الله و مفهوم لا اله الا الله. چقدر این اهمیت داره. شیطان ما شما رو چی میکنه؟ مصروف میکنه. ما شما مثلا کسی رو ببینی مثلا در یک مسجد میری 10 سال نماز میخوانی در روزهای جمعه، ببینی که یه عالم بزرگوار کلش این حقوق زن است، این حقوق انسان است، این حقوق طفل است. خوب است این موضوعات، لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم اما از مقتدیش اگر پرسان کنی بسیار مسائل ابتدایی عقیده را نمیفهمه. مشکلش در چی است که شیطان میگه انسان در دیگه چیزا مصروف میزنه، تو بسیار خوب آدم هستی، بسیار با تقوا هستی، بخیز درباره دیگه مسائل گپ بزن. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره چی گپ زدن؟ 13 سال این میگه کلش درباره تربیت و آمادگی و کلش غرس و جابجایی کردن و نهادینه ساختن عقیده اسلامی است. امروز چرا بسیاری مردم ها مثلا مرتد میشن، کفر میگن، کفریات از دانشان خارج میشه، استهزا میکنن، توهین میکنن به مقدسات، به دموکراسی تسلیم میشه، به نظامهای کافری تسلیم میشه، قوانین کافری قبول میکنه، لکن وقتی برش بگویی میگه من مسلمانم هستم. این چی معنی میدن؟ معنیش چی است که یعنی برای چی است؟ این از عقیده از دین دور نگه داشته. سوم، عقیده توحید سبب محبت خالق و مخلوق میگردد. عقیده توحید چی فایده داره؟ اگر شما عقیده توحید یاد بگیرین، محبتتان قوی میشه با الله سبحانه و تعالی. الله متعال میگه والذین آمنوا، کسانی که ایمان دارن، اشد حب لله، اینا محبت بسیار قوی با الله سبحانه و تعالی می داشته باشن. عالم دیگه چی میگن؟ میگه عقیده توحید افضل ترین علوم است. بهترین علوم چی هست؟ عقیده توحید است. میگه الفقه فی الدین، امام ابو حنیفه رحمه الله میگه الفقه فی الدین لافضل من الفقه فی الاحکام. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه فقه، دانش و علم داشتن در دین، یعنی در مسائل اعتقادی، میگه این بهتر است نسبت بین الفقه فی الاحکام، نسبت به این که تو فقه داشته باشی در احکام. مثلا فقه مثلا قدوری بخوانی و خلاصه بخوانی و هدایه بخوانی، ازیا کرده فقه شوی در عقیده توحید، از این افضلتر و بهتر است. ولا ان یتفقه الرجل، ولا این و اگر یتفقه الرجل، تفقه حاصل بکنه، دانش حاصل بکنه یک شخص، کیف یعبد ربه، که چه قسم پروردگار خدا عبادت بکنه که در او عبادت از او شرک و کفریات یا نباشه،
خیر له من ان یجمع العلم الکثیر. این بهتر است از اینکه بسیار علم زیاد داشته باشه. بعضی کسا فلسفه میخوانن، منطق میخوانن. حتی ما یک استاد یک وقت داشتیم بر ما میگه حتی من یک قدر علوم خواندم، میره خواندم در کجا کل از یاره خواندم؟ این کل از علوم میخوانه. یک وقت میگه این در علم موسیقی رسیده، میگه موسیقی رو هم خواندیم علمشه. اینه یارا کلش میفهمن. لکن وقتی که میامدی در مسائل اعتقادی، از همین استاد بزرگواری که قدر عالم بود در کل علوم، 4 کلمه ما درس عقیده را نفهمیدیم. نظام طاغوتی بود، حکم طاغوت بود، کفریات بود، شرکیات بود، بدعت ها بود. و هیچ بیخبر، هیچ یک روز همین استاد بزرگوار بر ما در این مسائل بحث نکرد. از این خاطر امام ابو حنیفه رحمه الله یک تابعی است. ای چی میگه؟ میگه که اگر انسان فقه که اصول دین است، این بهتر است، عقیده بهتر است از اینکه انسان مثلا علوم بسیار زیاد یاد داشته باشه و این یاد نداشته باشه. اگر عقیده خوب داشتی، باز این مسائل هم خوب است، او را هم یاد بگیری. لکن اساس که باید از این هیچ کس، یعنی مثلا دیگه برای یک مملکت یک مفتی کفایت میکنه که فتوا بده. برای هر مدرسه مثلا 10 استادی که در مسائل فقهی و مثلا احکام و عبادات و معاملات یا بفهمه مثلا کفایت میکنه. مثلا در یک مملکت اگر یک تعداد کم در هر قریه یک امام باشه که این مسائل بفهمه. اما در مسئله اعتقاد هیچ کس نمیتونه که مستثنا شه. باید فرد ایره کلش بفهمه و مسائل اعتقادی رو باید کلش ایره باید بفهمه. از این خاطر این بسیار اساس و چی است. قاضی کمال الدین بیاضی میگه امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده را فقه اکبر به خاطر عظمت موضوع آن گفته هست. این هم یک عالم حنفی هست. این میگه که این عالم به خاطر چی گفته؟ میگه این گفته که فقه اکبر. چرا امام ابو حنیفه فقه اکبری را گفته؟ میگه عقیده را فقه اکبر گفته به خاطر از این فقه اکبر گفته است که در فقه اکبر چی است؟ عظمت از این موضوع است. این موضوع بسیار بزرگ است. دیگر در مصادر و منابع عقیده توحید چی است؟ اولین مصدر عقیده توحید قرآن عظیم شان است. اولین چیزی که یعنی ما عقیده خود عقیده توحید از کجا بگیریم؟ از قرآن عظیم شان بگیریم. علامه ابن ابوالعز حنفی رحمه الله میگه فالقرآن كله في التوحید و حقوقه و جزائه. این عالم میگه کل قرآن درباره توحید است و درباره حقوق توحید است. یعنی یک گپی که بسیار قوی است. من پشت از این گپ یعنی در ذهن ما بود، میپالیدم که اما یک گپی باشه. دیدم که همین عالم بزرگوار الله سرش رحم بکنه، جنت جایش بگردانه، علامه ابن ابوالعز حنفی رحمه الله در شرح عقیده طحاویه که بسیار کتاب خوب قوی هست. چی میگه؟ میگه فالقرآن كله في التوحید. میگه می قرآن عظیم شان کلش درباره توحید است و درباره حقوق توحید است و در پاداش توحید است. علامه ابن قیم جوزی چی میگه؟ علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه القرآن كله في التوحید. قرآن کلش درباره توحید است. این باز ما شما انشالله در درس‌های بعدی پس اولین مصدر و مرجع قرآن، مرجع توحید، عقیده توحید قرآن عظیم شان است که اگر کس میخواد که موحد خوب باشه عقیده خود از قرآن بگیرن. دومش احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا الله سبحانه و تعالی میگه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ای پیغمبر بالای تو ما قرآن نازل کردیم تا که قرآن تو بیان بکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم معلم است، مربی هست، اسوه هست، رهنما هست. این در احادیث قولی خود، در فعلی خود چی کردن؟ برای ما اهمی قرآن عظیم شان تفسیر میکنه. وقتی که قرآن کلش در توحید شد، پس احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره کلش درباره چی است؟ شرح توحید است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تا که بیان بکنیم به مردم ما نزل الیهم، آنچه که بالایشان نازل شده، ولعلهم یتفکرون، شاید که اینا فکر بکنم. از این خاطر علما میگن که السنت تفسیر القرآن و تبیینه. میگه سنت که است تفسیر قرآن است و بیان کننده قرآن است و تدل علیه و دلالت به می میکنه و تعبر عنه و تعبیر میکنه از قرآن
ولا تخالفه و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با این مخالفت ندارم. لأن الذي جاء بها هو الذي جاء بالقرآن. میگه کسی که این احادیث آورده هست امو کسی هست که قرآن آورده هست بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که آورد؟ جبریل امین از لوح محفوظ آورد. احادیث بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که آورده؟ جبریل امین برش آورده. از این خاطر این وحی خفی میگن. یکی وحی جلی هست که قرآن است، وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چطور احادیث و سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی میگن؟ بسیاری کسان میگه که ما احادیث قبول نداریم، برش میگیم که سیکو الله متعال میگه که و ما ینطق عن الهوى، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خواهشات نفسی خود نطق و سخن نمیگه. ان هو الا وحی یوحى. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الایمان بدع و سبعون شعبه، ایمان 70 چند شعبه داره، این از کجا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ الله میگه و ما ینطق عن الهوى، از هوای خود نمیگه. ان هو الا وحی، این هم وحی است، یعنی احادیث هم وحی است. امام که وحی میشد بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام بزار رحمه الله میگه که عن حذیفه رضی الله عنه قال قام النبی صلی الله علیه و سلم فدعا الناس. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم دعوت کرد و فقال، گفت هلموا الیه، پیش ما بیاین او مردم. فاقبلوا الیه، مردم کلشان رو آوردن به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم. فجلسوا، نشستن. فقال، گفت برجان هذا رسول رب العالمین، اینی رسول فرستاده رب العالمین است. جبریل صلی الله علیه و سلم، جبرائیل علیه السلام است. الله سبحانه و تعالی جبریل رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل امین علیه السلام بر صحابه معرفی میکنه که این رسول فرستاده الله از جبریل علیه السلام. ای آمده نفث فی روعی، بر من چیگه نفس کرد، یعنی دمان در وجود من، انه لا تموت، یعنی برای من وحی آورد. چرا وحی آورد؟ قرآن اینجا میگه سنت برای من وحی آورد، احادیث وحی آورد که انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها. میگه وحی کرد جبریل امین علیه السلام، وحی آورد که هیچ کس نمیمره تا که تکمیل بکنه رزق خود، روزی خود تکمیل بکنه. این حدیث است. این رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کی برام آورده؟ میگه جبریل علیه السلام آورده، یعنی این هم وحی است. از این ثابت میشه کسایی که سنت انکار میکنن، حدیث انکار میکنن، کافر میشن، وحی را انکار میکنن. چرا؟ که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جبریل امین بر ما آورد این گپ گفت و این ابطا خب علیها، اگرچه میگه روزیتان یکمه که سست میشه، بعض اوقات است برای انسان مثلا رزق کم میاد. فاتقوا الله، حدیث است، حدیث دوام داره. جبریل علیه السلام آمده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه را جمع کرده و برشان میگه که هذا قال هذا رسول رب العالمین، ای جبریل رسول رب العالمین است، جبریل علیه السلام است. نفث فی روعی، که ای چی کرد؟ که جبریل علیه السلام است، در قلب ما انداخت. چی را انداخت؟ وحی را انداخت. دیگه چی وحی انداخت؟ انه لا تموت. که اینجا شروع میشه جبریل علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی کرده انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها و این ابطا علیها فاتقوا الله و اجملوا في الطلب ولا يحملنكم مستبطاء الرزق ان تأخذوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده الا بطاعته. این حدیث شد. علی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که جبریل علیه السلام آمد وحی کرد بر من. این وحی خفی میگن. این حال وحی جلی قرآن است و این وحی خفی احادیث است. کسی که به وحی جلی هم کافر میشه و کسی که به وحی خفی هم به احادیث هم کافر میشه، این کافر گفته میشه. خب میگه این وحی آورد که چی بود؟ من اینجا وحی را که اینجا آورده گفت که انسان نمیمره تا وقتی که رزقش تکمیل شود، اگر چی رزقش کم شود. فاتقوا الله، پس شما از الله بترسید. و اجملوا فی الطلب، در طلب رزق باید نیکی بکنین، یعنی در طلب رزق حلال باشین.
ولا يحملنكم استبطاء الرزق و شما را حمل نکنه امی که رزقتان کم میشه بطیء آمدن، یعنی کم کم آیسته آیسته آمدنش، ان تأخذوه بمعصیت الله، که پشت رزق با معصیت الله وقتی که رزقتان ایداره کم شد از طریق حرام کوشش کنید که رزق بعد از بین. فإن الله لا ينال ما عنده الا بطاعته، و نزد الله آنچه که است او را انسان گرفته نمیتونه مگر به طاعت الله سبحانه و تعالی. خب امام مرزی روایت میکند عن حسان ابن عطیه قال كان جبریل ينزل على النبي صلی الله علیه و سلم بالسنه، میگه جبریل امین علیه السلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی را میآورد فیعلمه ایاها کما یعلمه القرآن. امی قسم که قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل امین تعلیم میداد، امی قسم سنت هم تعلیم میداد. سبحان الله. این کسایی که امی قسم درس عقیده را خوانده باشن و پیش استاد خوانده باشن و ایره بفهمن، هیچ وقت انکار سنت نمیکنن. انکار سنت کی میکنه؟ کسایی که از عقیده خبر ندارن. او میگه والا قرآن قبول داریم کلام الله هست، سنت قبول نداریم، ما سنت چطور شده و چنان شده و این قسم شده این قسم شده، اما از این خبر نداره که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. خب سومی منبع عقیده چی هست؟ اجماع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه و تابعین و تبع تابعین در امور اعتقادی که اینا چی کردن؟ اجماع کردن. علما میگن که مصدر العقیده هو کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم الصحیحه و اجماع السلف الصالح. میگه مصدر عقیده چی است؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع سلف صالح است. این انسان مسلمان عقل خدا و حس خدا و فهم خدا کلش در فهم قرآن، سنت و اجماع سلف صالح صرف میکنه تا اینکه مستحق چی شوه؟ عقیده خوب و صحیح شوه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.